سربازان اشغالگر اسرائیل صبح یکشنبه در نوار غزه زیاده از 100 نفر را کشتند. در این باره خبرگزاری ریترز با استناد به نماینده وزارت تندرستی غزه خلیل الدکران خبر داده است. با گفته دکران شب گذشته از سبب حمله های هوایی اسرائیل کمش 100 نفر شهید شدند و عائله های پره از قید اهالی ناپدید شدند. ارتش اسرائیل تا حال درباره این حادثه چیزی نگفته است، اما از روز پنجشنبه این جانب اشغالگر اسرائیل ضربه های هوایی را به غزه خیلی زیاد کرد برای آمادگی به یک عملیات نوی زمینی که هدفش به دست گرفتن نظارت بالای بعضی قسمت های نوار غزه است. در نتیجه این حمله ها علاکه چند صد نفر جان باختند. حمله ها در حال ادامه دارند که میانروها از قطر و مصر کوشش دارند بین اسرائیل و حماس برای یک آتش بس موقتی سازش کنند. بر اساس این نقشه باید محاصره غزه از جانب اشغالگر اسرائیل قسما برداشته شود و در عوض حماس چند اسیر اسرائیلی را آزاد کند. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه گفت که کشورش برای سازش با حماس آماده است، سازشی که میتواند قطع جنگ را در بر گیرد. در اظهارات دفتر نتانیاهو چنین آمده است: حتی حالا گروه مذاکره کننده در شهر دوحه پایتخت قطر کوشش دارد هر امکانیت را استفاده برد، خواه توسط سازش ویتکاف باشد، خواه توسط آتش بسی که در بر گیرد، آزاد شدن همه اسیران، راندن اعضای حماس و نابود کردن نوار غزه. تحلیلگران میگویند که اسرائیل مردم آسایشته را زیر هدف قرار میدهد تا حماس را مجبور کند که از غزه برآید یا به یگان مقاومت سلاحش را گذارد و تسلیم شود، زیرا با وجود زیاد بودن قدرت اسرائیل او در زیاده از یک سال نتوانست حماس را مغلوب سازد. این خود دلیل روشن است که حق در پهلوی کیست. در چنین وضعیتی بمباران‌ها و محاصره طولانی آتش بس موقتی میتواند یگانه راه نجات هزاران مردم آسایشته در غزه باشد.